سلام، امیدوارم کالتون خوب باشه. اولین بیزینس دی است که شرکت منم، حالا بریم با هم دیگه ببینیم که چطور است. خب از اونجایی که قرار بود در سالزبورگ برگزار شونه و خودم این بار تنها بودم، تصمیم گرفتم با قطار برم تا یک بالاخره اونجا رسیدم. باز رفتم هتل پیدا کردم. خوبیش بود که هتل از بانهوف 5 دقیقه اینا دور بود. چون از اونجایی که من زودتر رسیده بودم رفتم اولین کاری که انجام دادم گوشیم بشار زدم تا اینکه دوستا اضافه شدن و اینجا هم ورود به سالونه برای همه کلینیک در نظر گرفته بودم دیگه. از اونجایی هم که کمپانی محصول جدید لانچ کرده بود که واقعا این عطرش بی‌نظیر اینقدر بوی خوبی داره و تست کردم. در کنارش چند تا عطرهای دیگه‌اش هم تست کردم. دیگه بیزینس دی ادامه داره. اینجا هم یک ویدیو از 2 تا خانومی که لیول اپ ماشین داشتن، ماشینایشون برنده شده بودن گرفتم و اینجا هر کی میتونه ماشینم برنده شونه، ماشین دلخواه خودشونه، حتی میتونه سفارش. دیگه اینجا هم بیزینس دی ادامه داره و خانمایی که روی استیج مورن لیول اپ های مختلف داشتن، درآمدهای مختلف را کسب کرده بودن. قسمی که میبینن روی استیج و از کلتورهای مختلف بودن، از جاهای مختلف بودن. خیلیشون البته تازه استار زده بودن، لیول اپ داشتن و خیلی های دیگه شون مدت زمانی زیادی است که با همین کمپانی کار مونن و ادامه میدن. اینجا هم کوتاه یک ویدیو از محصول جدیدی که لانچ کردن گرفتم چون واقعا خیلی جذابه، خوب بود و بازم ادامه داره. اینم کوتاه گشینگ که گفتم برای هر کی میداد دیگه. یک قطعه عکس هم با ماشین الار گرفتم چون برای خودم خیلی جذاب بود و آره دیگه. قسمی که میبینن خانمای مختلف روی استیج مورن که یک لیول، 2 لیول یا حالا چند لیول بالاتر به دست آورده بودن، البته با تمام تلاششون، تمام سختی‌هایشون، زحمت‌هایی که کشیدن. خیلیشون داستانای جذاب خودشون داشتن که اتفاقا این خانم که روی استیج میره از طریق محصول لاغری آشنا شده بوده، برایش خیلی کمک کرده و الان از اون طریق محصول که حالا آشنا شده بوده الان در یک درآمد خیلی خوب رسیده. پس همه میتونن، وقتی نتونستن شما هم میتونن دیگه. اینم بود از برنامه بیزینس دی.